خب السلام علیکم دوستان محترم. برای آدمی که نماز تیز میخونه چیزی میگفتید؟ یک نفر همراهی من است، همه نماز 5-6 منوت میخونه. اکنون نمازی که از حد زیاد یعنی تیز خوانده شود، البته اون نماز قبول نمیشه و اون نماز نیست، چون که در بخاری روایت است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که شخصیت روز همراه جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل مسجد شدن و در حضور جناب پیغمبر نماز میخوندن. وقتی نماز میخوندن چقدر نماز سراسیمه میخوندن، تیز میخوندن. جناب پیغمبر اون شخصیت نگاه میکردن. وقتی اون نمازش ادا کرد، آمد همراه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم سلام کرد. جناب پیغمبر به سوی گفت ارجع فصلی فانک لم تصلی، گرد گو از سر نماز تا بخوان که نماز نخوانده ای. دوباره شخصیت گشت، این چنین نمازش ادا کرد، یعنی به سرعت تیز خواند. دفع دوم هم جناب پیغمبر گردان، دفع سوم هم گردان. بعد از این شخصیت گفت یا رسول الله، گفت برای من تعلیم ده، گو من از این زیاد خوانده نمیتوانم، همون قدر میتوانم همین قدر. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اون به سوی گفتن که وقتی که نیت کردی یعنی در قیام ایستادی چقدر آرامانه نماز ادا کن. وقتی الله اکبر گفتی به رکوع رفتی، در رکوع آن مقدار آن چنان بیست که بدنت از حرکت و جنبیدن بمانه، یعنی بدن آرام گیره. بعد از اون سمیع الله لمن حمیده گفته وقتی از رکوع یعنی خیستی، این لحظه هم در یعنی قومت حالت راست ایستادن آن مقدار بیست که بدنت از جنبیدن بمانه، آرام گیره بدن. بعد از اون الله اکبر گفته به سجده رو، در سجده این چنین آن مقدار است که بدنت از جنبیدن بمانه، آرام گیره. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله این چنین شخصیت تعلیم دادن، یعنی نمازی که به سجده رفت و آرام نگرفته در حال گشت، این نماز جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که گشته از سر نماز خوان که نماز نخوانده، یعنی که این نماز جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم معن کردن. یعنی انسانی که نماز به سرعت تیز سراسیمه خونه، اون نماز قبول نمیشه. به این خاطر نمازها رو برادر عزیز چقدر آرامانه خونیم.